دوستان سلام. چه زمانی از گرامر اومسو استفاده میکنیم یا دامیت؟ فعلا تو این جلسه میخوام اومسو رو بگم و توضیح میدم چه زمانی به استفاده میشه. مثلا من گفتم mein Ziel ist es. اس infinitiv mit zu هست. یه سری افعال مثل versuchen، مثل vorhaben اینا بهش میگن infinitiv mit zu که قبل مصدر سو میاد. اگه دو سیلابی باشه وسط دو سیلاب سو میاد. مثلا mein Ziel ist es nach Deutschland auszuwandern. هدفم اینه که به آلمان مهاجرت کنم. دلیل کارمون رو میخوایم توضیح بدیم. فرقش با باید اینه که ما فقط دلیلمون رو میگیم. اوکی؟ مثلا من این فلان دستگاه رو میخرم چون خوبه. ولی یه زمانی هست نیاز به توضیح داریم. چرا میخوای به آلمان مهاجرت کنی؟ مثلا mein Ziel ist es nach Deutschland auszuwandern, eine bessere Lebensqualität zu haben. که کیفیت زندگی بهتری داشته باشم. یا eine bessere Lebensform zu haben. یا weiterzubilden, Ausbildung zu machen, meine Karriere zu aktualisieren. میتونم حرفمو ارتقا بدم. یا meine Fähigkeiten zu aktualisieren. بتونم مهارتمو بروز کنم. یه توضیح کوچیکم بدم درباره دامیت. دامیت فرقش با اومسو اینه که نیاز به فاعل میخواد. مثلا ich brauche einen Schlüssel damit ich die Tür öffnen kann. فاعل میخواد. اومسو فاعل نمیخواد. اوکی؟ یه جمله بنویسیم بگیم که من میخواهم در 3 سال آینده به آلمان مهاجرت کنم که بتونم یک زندگی بهتری نسبت به ایران برای خودم بسازم. یادتون باشه که زمان جایگاه سوم میاد. میخواد بگی در 2 سال آینده، در 3 سال آینده، بعد از قاعده این استفاده کنیم. in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 4 Jahren. مثلا ich will in 4 Jahren bla 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 nach Deutschland auswandern. دیگه اس نگفتیم پس سو نمیخواد. موفق باشیم.